ارتش روم وارد سرزمین‌های ایران شهر شد و تا نزدیک‌های تیسفون پایتخت پیشروی کرد. اما رومی‌ها دچار اشتباه شده بودند. فکر نکردند چطور کسی جلوشون در نیامده تا اینجا. وقتی نزدیک تیسفون میشن میبینن این یک تله بوده و اونجا ارتش ساسانی محاصره‌اش میکرد. در این جنگ زره‌پوش‌های ساسانی نقش اصلی رو ایفا میکردن. اونها شاهکار جنگی به وجود آورده بودن که حتی هرودیان که خودش یک رومی بود نتونسته ننویسه. خیلی از اروپایی‌ها به این زره‌پوش‌های ساسانی میگن تانک باستانی و واقعاً هم مثل تانک بودن، چون نه شمشیر بهشون کارگر میشد نه تیری که از کمون رها میشد. تازه نکته وحشتناکش این بود که چهره سرباز رو نمیتونستی ببینی.